бурак ҷойест ки дӯсташ доштем. ин макон ҳамеша бо ғизои ҳалолу покиза, таъби дил, табииву лазиз моро меҳмоннавозӣ мекунад. фурсати нишастан бо ҷамъи дӯстон маҳз ҳамин ҷо хотирмон аст. марҳабо дӯстони азиз. телефони тамос 99 999 2008. با اهل عشق، اهل غزل، اهل ادب، اهل عرفان صحبت کردن کیف دیگر دارد واقعا. و من درودی به طور مکسیمالی گرم خود را به عرض شما میرسانم و وابسته به واژه مکسیمالی یک خوشگویی، یک لطیفه خیلی جالبی هست که در ابتدای برنامه از مهمان خواهش میکنم که این لطیفه رو پیشکش شما بگرداند با صدای خود، با لحن خود، با شیوه خیلی زیبای گفتار خود تا کیف کنید. برنامه ناگفته هاست. مهمانی ما هنرمند کبیر برجسته، هنرمند مردمی تاجیکستان، آرتی قادیرов. سلام علیکم. و علیکم السلام. درود به همه هواداران این برنامه واقعا خیلی جالب. و آرزو جان، خب در رابطه با مکسیمالی دیروز با تلفن وقتی که گفتگو کردیم بینندگان عزیز، طول همون چند دقیقه گفتگو این لطیفه رو استاد توسط تلفن با من گفت. من خیلی خندیدم. میخوام که شما هم بخندید. من از آرزو جان سوال کردم که سوال هایی که در این برنامه مطرح میشن دشوار نیستن، از مثلا از ریاضی، از فیزیکا، از فنهای کیمیا نباشد که من در میمانم. گفته بیشتر از فنهای دقیق، نه از فنهای گومینتری. خب بعد یادم همین لطیفه رسید که در مسجد مولا خیلی سخت کاهش میکند، تنقید میکند، ملامت میکند. یک برادر، یک دوست لقای ما یکی میگه که برای چی بچه‌ها با خیلی نامای بسیار زیشت گذاشتیم، مثلا جاروبلی، بالتبای، خوشخواربای، چاروای، همین نام شد. آخه نامای کتابی ماندن در کار. نام کتابی مانتان ای مردم، هم به شما هم میگم که هیچ وقت بچه‌ها هم همین خیلی نامی، همین خس و خاشاک و تبر و تیشه و همین چیزا نمانتان، آخه نامای کتابی مانتان. بعد چند مدت پس همون لقای چند سال پس میگه که دملا همین شما ما خیلی جنگ کردید، همین نبیرادر شد خودش، همین نام نبیراش دگانه که همین نام کتابی ماندم ده. دوگانیک نام کتابی ماندم. ها چی نامونده؟ همین مکسیماله مینیماله. بدبخت میگه از کتاب گرفته. هم فیزیکا گفته که کتاب دست از همه جا گرفتم. مکسیمالی مثل قربان علی دارد. مکسیمالی مینیمالی. خیلی مردم ما بسیار از سادگی میشه. سادگی هم باز از پاکیزگی میشه. ببینید حالات مردم ما اکثر مردم مخصوصا در دهات خیلی مردم ساده و ساده باور و ساده لوح. ما از سادگی همون بسیار ضربه ها هم خوردیم و بسیار علت هم دیدیم و بسیار چیزهای از دست دادیم. ولی آرزو جان، من نمیخواستم البته با این یک فکاهی یا لطیفه آغاز کنم. این منظره خود همین باغ، دلتون هر چی که میخواهد بگوید. وقتی این باغ و این درخت های میبینی باز میخوایی غزل خوانیم. چشم. چون از غزل در آغاز صحبت اینجا یاد کردی. لسان الغیب حافظ بزرگوار میگوید که گلعذار زی گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس.
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند. ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کن اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان. گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولتی صحبت آن مونس جان ما را بس. دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خویش خدا را و بهشتم مفریست، که سری کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است، طبعی چون آب و غزلهای روان ما را بس. عجب عجب. شما غیر از اون که هنرمندی هستید با سبک ویژه خود، باز همچون یک شخص اعتراضگر، آزاد بیان، جسور، راستگو و حقیقت جو شناخته شده اید. شاید اینو فقط اهل هنر میدونن و آدمانی که با شما نزدیکند، اما تعداد زیادی اودیتوریای شما، ارتش خیلی کلان مخلصان شما که در هر گوشه دنیا هستن شاید ندونند این را. ما تا جای توانیم از حق، از واقعیت، باز هم با همین حرف نیاکان، با همین الفاظ بسیار پرسوز پردرد نیاکان، اندیشه و درد دل خود بگیم که ناگفته های خود با همون گفته های بزرگان ابراز می‌داریم. بابای مادری من داملا بودن، ملا اهل کتاب بودن و سالهای 50 با همین جرم بدرقه شده بودن به قطب شمال. خیلی اذیت زندان و بدرقه و عذاب‌های سخت سنگین کشیدن و نقص یادم هر وقت کتاب می‌خواندن گریه می‌کردن سر کتابخانه بعد از آن که برگشته بودن. و همین نام ترکی من آرتیق از همون قطب شمال آمده است. سوال پیدا میشه مضمونش چیست؟ مضمونش زیاد است. زیاد. وقتی من تولد میشم در همین من یک گوشت زیادی بوده است، به همین معنی در مردم ما زیادالله نام میگذارن. وقتی بابایم از بدرقه برمیگردن، حال چیله، من از چیله بیرون نشده بودم، کودک نوزاد. وقتی با گوشم از آن میخوانم میپرسن میگن که زیادالله نام گذاشتیم به همین خاطر. صنف‌های یا 6 یا 7 میخوانم که یک جراح از دهه‌مان در مرکز ناحیه کار میکرد، دعوت کرد، گفت یه روز بیا من میگیرم آیسته. بعد گفت تو کلان شوی دخترها نخندن. بوده خیلی خلاصه اینا آیسته گرفته بود همون وقت. بعد بابایم یاد میکنند که من یک دادرخان داشتم در همون قطب شمال، اسمش آرتیق بای بود، ترکمن بود، ملا بچه بود و با همین و ما خیلی عهد برادری بستیم و در همونجا بیمار شد و فوتید. بعد همین به من آرتیق نام میمونه. در حجت نیست آرتیق است؟ در حجت هم همین است. نباشه اول خالی که من حجت منم خیلی دیرتر میگیرن. من وقتی در ترکمنستان در اشقاباد بودم همین قصه نقل کردم، اما یک خانم ژورنالیست از کدام یک ژورنال بانوان ترکمنستان گفت من در بدنم مرغک نمیدونم من اینقدر که این پاس دوستی بله. در اون مردم چه خیلی دوستی
قدر کردن، هرچند که نگفتن، فقط همین خیلی یاد کردن، ذکر کردن که یک دادرخواندی داشتم، آرتیق نام داشت، آرتیق بای نام داشت، ترکمن بود. خوب که دادرخوانده بابای شما بله. جیمز یا مایکل نام نداشت است. اگر این میشد عجیب میبودیم روز. و این یک دلیل دیگر اینکه همان استاد محمد جان شکوری بخارایی یاد میکردن که در اشقابات وقتی بردی کربابایف گفته بود که اگر در یک اوبه ترکمن ها یک آدمی با سواد بود و حتما تاجیک بود یا شاگرد یک کدام تاجیک بود. در اول قرغیز ها یا قزاق ها یک نفری با سوادی بود و حتما تاجیک بود یا شاگرد کدام تاجیک بود. همین در قشلاق ازبک ها. همین قصه من از زبان استاد محمد جان شکوری شنیده بودم، ولی بابای هم میگفتن که وی هم تاجیکی میدانست. هر کی مدرسه ختم میکرد یعنی تاجیکی میدانست. مثلا پدر مخدوم قلی آزاد با زبان تاجیکی شعر میگفت. بله، من میخوام که با دنیای خودی شما وارد بشویم. چون یعنی من برای چی اینا یاد کردم، البته به خاطر سرکشی و به خاطر حقیقت پرستیش حافظ میخواندن گریه میگریستن. بله، یعنی به خاطر پشتیبانی از حقیقت بدرقه شد و قطب شمال رفت و تا حد در ارثیت شما همین خصوصیت ها در خلق و خوی شما هست، حقیقت پرستی، و تجربه کردید، دیدید در پوست خود، بله. در قلب خود، در ذهن خود، این همه رو تجربه کردید. خلاصه چیست؟ یعنی سخن حق به صاحب سخن سرگرانی و تشویش زیاد میارد یا نه؟ بله بله. استاد رودکی گفته که زمانه گفت به من خشم خیش دار نگاه، که را زبان نببنده است پای در بند است. عدالت و حقیقت این چیز مسلم است که انصاف همیشه پایداری هر دولت و هر دولتداری بوده است و ما امید به آن داریم که همین صلح و وحدت و آرامی و آسایشتگی در کشور ما هست. پایه همین هم باید از عدالت و انصاف استوار باشد تا جاودانه گردد. برخی از همکسبان شما میگویند که زمان آرتیق از تئاتر و سینما خود را کنار گرفت فقط به خاطر آن که هنر به قدر شده بود. خب من سال 1995 عموما از تئاتر و از همین ساحه هنر رفته بودم. خیلی سالها. خب البته اون یک سالهایی که بسیار بیدادگری ها و قماندان سالاری ها و اصطلاح همه من دیدیم جهالت این چیز بیشتر حکمرانی میکرد. در اتفاق خادمان تئاتری استاد عطا محمد جانوف راهبر بودن. عطا محمد جانوف که مثال برای من همچه یک استاد آرمانی، عطا محمد جانوف که یک گل خودروی باغ هنر، عطا محمد جانوف که در قدر رنج و عذاب یتیمی و بسیار گرسنگی و بسیار عذاب‌های روزگار را کشیده به همین مرتبه ها رسیده بود و باز در همین یک سن و سال مبارک که از 60 بالا بود جای او را یک به اصطلاح یک از سلاحدارها گرفت کی؟ و خیلی همه میدانند. مثال خدا رحمتش کند بیامرزش، وقتی همین جای یک کمی با تهدید البته همه میدانستند و همان روز من رفتم و عریضه نوشتم و از تئاتر آینه. اصلا چگونه است رئیس شورای تئاترها رو مگر توسط آوازدهی انتخاب نمیکنند؟ آوازدهی بود، بله. چطور یعنی اون وقت آواز ندادند؟ آوازدهی هم شده و آوازدهی هم خیلی البته اون وقت کی بودن نامزدها اونجا؟ فکر کنم 6-7 کس باید نامزد باشند. نه همگی 3 نفر نامزد بودن. کی ها بودن؟ خود پاشا خان بود، نورالله عبدالله بود و عبدالجبار عبدالغفار. خلاصه پاشا خان انتخاب شد. من رفتم، بله و انتخاب شد ولی دیر نپایید. عکس العمل شما چی بود همان لحظه؟ رفتم و بعد دیگر عریضه نوشتم و با اعتراض عریضه نوشتم و بعد یک سال پس من یک سال بیکار گشتم.
تا سال 96 یک سال پس در نزد تئاتر اپرا و بالت 11 مارس بود، همون روز مطبوعات تاجیک. من پیاده میگذشتم، یک نفر آمد و من دعوت کرد، گفت که اکبر ستار خودت هم میپرسیدم کی هست؟ گفتم اکبر ستار. دادر منصور، من با برادرش دوست بودم. بعد آمدم، اکبر گفت چیکار داری، کجا میری؟ من گفتم نمیدونم کجا میرم، من هر صبح میبرم، بیکار هستم. گفت من یک تصمیم دارم، نیت دارم یک جریده تاجیکی به نشر رسانم. کدام جریده؟ چرخ گردون. چرخ گردون. این سال 96 بود. وقتی که سرمحری را دعوت میکنن، میگن اکبر ستار هم دعوت کنید. کدام میگه که وای چه سردبیر است، وای اون هفته‌نامه وای ایجادی نیست. مثلا از همه من گلچین میکند، از مطبوعات روسیه گلچین کرده، همون چیزای بهترین چاپ میکند. خود دایجست هم همین معنی را دارد، یعنی گلجیست، گلچینی اخبار، گلچینی مواد چاپ. بعد همین بسیار سخت میرسد. همون لحظه تصمیم میگیرد که من باید یک هفته‌نامه تاجیکی به تب رسانم، نشر کنم و اثبات کنم که من ماهر هستم، میتوانم. و توانست. من آمدم، من هرچند گفت که اکا هیچ کاری هم نکن، در بری من باش شد. همون وقت برای یک معاشی خوب برای من مقرر کرده بود که برای زندگیم کافی بود. هیچ، لیکن من وجدانم نمی برداشت. به هر صورت، هرچند که روزنامه‌نگار نیستم، هرچند اهل قلم نیستم، در اولین شماره با استاد ظفر ناظم صحبت کردم، همون مقاله من چاپ شده بود. بعدم در شماره‌های دیگر با عبیدالله رجب هم مصاحبه شدم و بعد از روزگاری کرامت الله و دیگر خیلی با شخصیت‌های بسیار محبوب مثل ابراهیم ماسف و دیگر انسان‌ها. خلاصه همین خیلی من این سبب شد من یک مکتبی خیلی خوبی ایجادی گذاشتم در هفته‌نامه چرخ گردون با اکبر ستار. سال 99 وزیر فرهنگ باباخان محمدوف منو دعوت کردن. بعد فهمیدن که من از ساحه سند رفتم، گفتن که تو برین هنرپیشه تا به این حد به کمال رساندن و سبزاندن این کار یک ساله دو ساله نیست. خیلی لطف کردن، برای من لطف کردن. همون سال منو پیشنهاد کردن به عنوان هنرپیشه شایسته و من همون سال هنرپیشه شایسته گرفتم. اکبر گفت که ما شاید در حق خودت ضامن میشویم، تو باید در صحنه باشی. یا گفت همکاریت هم در صحنه هم در تئاتر ادامه بخش. و بعدا حلیم سنگین یک فیلم گرفت از روی اثر شادی صالح، غروب. در این فیلم نقش اساسی به عطا محمد جانوف و نقش رئیس حکومت به من پیشنهاد شد. برای من یک لحظه خوشبخت‌ترین حیاتم بود که با استاد عطا محمد جانوف هم بازی بوده. فیلم تلویزیونی، ویدیو فیلم تلویزیونی هم بازی بودم. در همین فیلم هم خیلی چند مونولوگ ها و چند چیزا که از خودم در مورد معارف با یک دیرکتور مکتب هم صحبت میشم. میگم خواهرم کوشش کن که معلم ها نروند، معلم های بهترین داشتن در کار. این بسیار مهم است. این گپی روز است که معلم باید نرود، عقل یعنی ذهنیت ما. این پرابلم، یعنی پرابلم نورسایی آموزگاران در کل مکاتب تا هنوز پای برجاست. تا هنوز این درد ما است، این درد ما است. و میگم که دشمن رقم یکی ما امروز هم بیسوادی است. پایه دولت و دولت داریم، اگر مکتب و معارف قوی نباشد ما به جای نمیرسیم. در کجا کار میکنید حالا؟ من در تئاتر لاهوتی کار میکنم. معاش شما چقدر است اگر کنجکاو شده بپرسیم؟ نه، معاش ما شکر من در اونجا دو وظیفه اجرا میکنم. هم هنرپیشه هستم، هم مدیر بخش ادبی هستم. بیاید یک تتبع انجام میدیم. چقدر است معاشتون از یک وظیفه؟ 1600 از هنرپیشگی، از همین کسبی که برای شما مقدس است. این دویم کسبتون چیه؟ دویم کسب مدیر بخش ادبی. مدیر بخش همین وظیفه‌ای که اولین بار در تئاتر استاد لاهوتی به جا آورده بودم. این برای من افتخار انگیز است. مدیر بخش شما در وظیفه کار میکنید که لاهوتی اونجا کار میکرد؟ کار کردم. اولین مدیر بخش ادبی تئاتر تاجیک استاد لاهوتی بودم. جای لاهوتی رو گرفت. برای همینم با تئاتر، حالا که استاد لاهوتی زنده بود، سال 1933
تئاتر رو به نامش گذاشته بودن. استاد لاهوتی زنده بود، به نامش یک کوچه رو در شهر دوشنبه گذاشته بودن. در وقت زنده بودن. در وقت زنده بودنش. از این واحد کاری که استاد ابوالقاسم لاهوتی کار میکرد چند حالا سال؟ یک هزار بیشتر است، چون که این نیم است. هزار بیشتر. بله. اگر این 1000 بیشتر رو به لاهوتی میدادند امروز ها کار میکرد؟ به نظر شما چی میگن نیم شتات ده که همین خیلی نیم شتاتی کاری. بله، نیم واحدی کاری. نیم واحدی کاری. اصلا ببینید در مجموع از 2500 زیادتر بله. میرسد. باز ما شکر خدا در ترجمه فیلم ها در استودیوهای هم سفینه هم سینما گاهی در بهارستان از اینجا هم یک چیز مهنت این قدر این معاش دیگرگونه است، چون که یعنی در جای کارتان نشسته اید، جای کار دارید، بله، ولی در فکری اون هستید که از کجای دیگر باز پول کار کنید. دعوت میکنن شکر خدا، حالا که طلبات هست، شکر خدا طلبات خصوصا برای همین ترجمه فیلم ها. خب از اونجا هم یک چنین چی چکیده میسد به قوله. حس کردید که ترجمه فیلم های ترکی من جمله سلسله فیلم هایی که مردم خیلی دوستشون داشتند در حیات شما یک نقش خیلی روشن بازید؟ همون فیلم نخستینی که ما ترجمه کردیم، دوبلیاژ کردیم، حامیان بود. عنوانش هم من خودم گذاشته بودم و به ترکی دیگر چی ترجمه میشد. تماما تقویت و امنیت اگر با فریگه پا تحت لفظی، یعنی بدیهیت ندارد، زبان مطبوعاتی است. زبان همین خیلی اگر ترجمه میشد، اگر با تحت لفظ اگر ترجمه میکردیم همین خیلی میشد. ولی من گفتم بهتر است به حامیان مانیم یک نام. و سلسله فیلم دیگرش هم که گروه یک نام داشت. من چه گروه یک چه خیلی میفهمم مردم، یا صداقت نام میگذاریم. همین خیلی پیشنهادای من بود. چرا با مردم خیلی پسند آمد؟ چون که اونجا هم همه تلاش برای حقیقت، برای عدالت، وطن دوستی، فدایی بودن برای وطن، همین چیزها. بعد ارزش های ملی ما، مذهبی ما اونجا نگاه داشته میشد، چون که این فیلم هایی که از شرکت عبدالله فتح‌الله گلین بودن، یعنی که خیلی اونجا یگان فتح‌الله گلینی که حالا تحت تعقیب قرار دارد. بله. و این شبکه بستن. حالا در ترکیه شبکه راه کهکشان سامانیولی آگاه نیستید با سر هنرپیشه هایی که در این سلسله فیلم ها نقش آفریدند و اصلا خزینه این فیلم ها از فاند فتح‌الله گلین بود، مصیبت به سرشان آمد به سر هنرمندان؟ تا جای شنیدم که تعقیب دیدن. بله تعقیب دیدن، ولی به فکر من همون پرسوناژ نه به هنرپیشه ها، نه به سری هنرپیشه ها و اصلا کارمندان همین شرکت که آنها این سلسله فیلم های تلویزیونی بود، اینا تلویزیونی بودن، ولی خیلی مردم دوست داشتن چون این اولین کار ما بود. ولی در تاجیکستان نیز ممنوع شد این سریال ها. یک مدت این غلط بود، اصلا غلط بود، چون که چه خیلی میتوان وقتی که در تمام شبکه ها از دیگر شبکه ها ترجمه می شود، مثلا ایرانی ها ترجمه میکنن، افغان ها ترجمه میکنن، همه مردم میبیند، این اصلا غلط بود. اینا خیلی چون غرض آمد، اینجا غرض بود، برای همین زود فهمیدم. کار ترجمه کاهش یافته از حالا؟ نه اصلا اینها استودیوهای شخصی بودن، البته اینا با فایده های شخصی خودشون. بعدن که از همه شبکه ها این فیلم ها زود ترجمه می شدن، باز ایرانی ها خیلی در سطح بلند ترجمه می کردن. بازار اینها فروش این نوارهای اینها کساد شد، با از راه اینترنت این هم بسته شد. حالا این هم منع کردن، برای همین دیگر این استودیوهای شخصی از فعالیت باز ماندن، یعنی در جاده ترجمه فیلم ها. دیگر با جیبه که شما تاثیر نرسوند؟ البته تاثیر رساند، این هم یک درآمد علاوه‌ای برای ما بود. باز با توی خرسندی های مردم می روید؟ گاه در مقام یک مجری؟ بله خیلی کم. یک سالهای پیش من اینقدر که شاگردها به قولی آماده نکرده بودم، خب بیشتر طلبات بود، ولی حاضر من کم میبینم مثل آرزو ایسایف
همین خیلی برنده هایی که زنده صحبت کنن، زنده حرف زنن و واقعا در همان حالت همان حرف و گفتنی ها پیدا شود خیلی کم میبینم. من میبینم که همه از نقطه و تا ویرگول همه قاری از یادن میخوانن و طلبات دارن. چرا طلبات دارن؟ چون خیلی معلوم است که اکثر مردم اونقدر قدر سخن و ولایت اون سخن ناب شاید چندان صرف هم نروند. خب جیب ها پر ولی کلاه خالی و برای اینا همین و قول مثل رابط صحبت میکرده بیشتر شاید. حالا اگر از مولانا، از حافظ، از بیدیل، از سعدی شیخانی شاید نمیفهمند، شاید میگن خاموش باش، لیکن یک حرفی یک نظمی گفتم که همین وای اصلا شعر نیست. اینجا خیلی خوب گفتید کیسه ها پر کله ها خالی و این سخن رو اگر برعکس بگویم کله ها پر کیسه ها خالی. این چه تندنسی است اصلا؟ شرح میدهید. خب این در همه دور و زمان ها بوده است و حافظ هم میگه که فلک و مردم نادان دهد زمام مراد، فلک و مردم نادان دهد زمام مراد، تا اهل فضل و دانش همین گناهت بس میگه حافظ. این در همه دور و زمان این حالت و این چیزها بوده است که ببینید در گذشته مثلا مؤلف کتاب روضة الصفا میگه که جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم، نه مردمم اگر از مردمی اثر دیدم، ز روزگار همین حالتم پسند آمد، که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم، در این صحیفه مینا به خامه خورشید، نگاشته سخن خوش به آب زر دیدم، که ای به دولت ده روزه گشته مشتر، مباش غره که از تو بزرگتر دیدم، کسی که تاج مرصع صباح بر سر داشت، نماز شام ورا خویشت زیر سر دیدم. در لحظات سخت و دشوار و سنگین تنگ دستی با دیگر کار رونا آوردید؟ نه در همین هر شاید تجارت یا یکون کار دیگر؟ نه این کارها از دست ما نمی آید. همون طوری که خدا گفتی آرزو جان، بسیار بچهای با استعداد ما امروز رفتن جایشون خالی است. بسیار بچهای با استعداد با مهاجرت مهنتی رفتن، با اروپا رفتن، جاش حتی بعضی نمایش های ما از نمایش گرفته شدن، از برنامه گرفته شدن، به علتی که بسیار بچهای با استعداد خوش سلیقه ما رفتن. هیچ وقت از تاجیکستان هجرت نکردید؟ لااقل برای مدت مدیده؟ نه رفتم، خیلی شکر خدا یک ماه سفر امریکا داشتیم با یک برنامه یوسعید. بعدا با دستگیری دوستان به ترکیه سفر کردم، در سر آرامگاه مولانا رفتیم خونه و در استانبول و شهر بورس و بسیار یک مشاهده افتخار انگیز همین بود که در هر یک کوشک، قصر و مسجد و مدرسه که کهن بنیاد بود همه کتیبه ها فارسی بودند و میخواندیم همه فارسی تاجیکی. از اون برادر ترکمان میگفتیم واقعا همه تاجیکی است. زبان امپیره عثمانیان فارسی بود. زبان عثمانی ها گفت، عثمانی ها میرزاها با زبان فارسی خطاطی میکردند، نجاران با خط فارسی نجاری میکردند، حک میزدند در جسم سنگ و در جسم درخت با فارسی. ولی توجه کردم به سخنهایی که چند قبل گفتید وقتی رفتن از تئاتر، چون با اعتراض تئاتر رو ترک کردید و اون زمان رفتید، 1 سال 1.5 سال بیکار بودید، همینطور؟ بله. 1 سال 1.5 سال چی خوردید؟ از کجا خوردید؟ چی طور زندگی کردید؟ کی به شما کمک کرد؟ رزق باز از علی است میگن، با همون خرسندی و شادی و سوری مردم که دعوت میکردن توی میرفتید؟ بله بعضی همین خیلی رزق روزی از آنجا درآمد از اونجا بود. و یادتون هست که اون زمان کارمندان تلویزیون، کارمندان تئاتر
عموما آدمان ایجادی رو نمیموندند که به توی ها بیروند، میگفتند که این یک نوع آبروی تئاتر یا تلویزیون رو کاهش میدهد. در تئاتر شما نبود این گونه مناسبت؟ وقتی هنرپیشه از تئاتر رفت، از صحنه رفت، از همون قالب ایجادی بیرون میشد. یعنی این چیزایی میگفتند که یک کمی در گفتار، در طرز افاده نطق، همون طوری که در آواز رو با حرف میزنی، یعنی که یک خشکی پیدا میشد، خیلی چیزا بودن. ولی در همون توی محفل ها هم همیشه کوشش میکنم که یک یعنی تبلیغگری یک شعر خوبی باشه. در میخوره اینه که نسل امروزه چندان با کتاب اونقدر میل ندارد، این دلخون میکنه آدم بسیار. من برای تو جای گناهی ما هست. بله گناه ما هم هست. هیچ وقت نمیخواهم که شلاق رو برای جوان ها بزنیم، زیرا هر آن کاری که جوان ها میکنند این ثمره عمل ما است، نتیجه اعمال ما است. جوان ها رو قهرمان میحسابم. یک بچه روستایی بدونستن زبان روسی، بدونستن عرف و عادت مردم روس، 17-18 ساله می شود و می رود به غربت، نان آور یک خانه می شود که در آن خانه 5-6 نفر زندگی می کنند. از این دیده قهرمانی بیشتر دیگر برای من نیست. اصلا قهرمانند. در همین حاشیه گفته خودت آرزو جان، من یادم رسید همون رمن بسیار معروفی ساجده میرزا، شبی که ماه ارغوانی بود. من هر دو رمن ساجده با عشق خواندم. من یک کمی با قول احساسی هم هستم زود. من همه رمن‌ها، همه کتاب‌هایی که می‌خواندم، مثلا چنگیز ایمت و همش همون با همون همراه قهرمان میرفتم دیگر. با کرامت الله قربانوف توی ها میرفتید؟ بله، همراه کرامت الله زیاد میرفتیم. کرامت الله قدر هواداران و اینقدر علاقمندانی داشت که مردم خیلی استقبال میگرفتن. مثلا در این قسمت ناحیه سراسیاب ولایت سرخندریا، قدر تاجیکای اصیل، تاجیکای واقعا بیدار، تا صبح اگر که شعر میخواندی صحبت میکردی گوش میکردن. حالا هم همین خیلی است. حالا همین تاجیکای سراسیاب، همین دره نیهانی که استاد عینی در داخونده تصویر کردن، در همین سراسیاب است. سرخباری توی، سرخطی توی، اول سخنی توی در دست شما کرامت الله رو چگونه دعوت میکردید؟ خیلی همچون یک بلبل شوریده باغ هنری تاجیک و خیلی یک هنرمند اصیلی که هم شرق و هم غرب را به هم پیوند میداد. یعنی بیشتر عاشق شرق بود، عاشق هندوستان و احمد ظاهر و این چیزا بود. و واقعا از این لحاظ هم در افغانستان، هم در تمام همین قلمرو فارس زبان ها، در ازبکستان اینقدر محبوبیت داشت. همخوانی میکردید همراهش؟ گاهی در همون صحبت های خاصه وای میگفت که آره اکا جان، من همین یک نیت آخرش همین بود که 25 سرود تازه دارم، برنامه میکنم ایجاد. در همین برنامه حتما خود هم یک سرود یا یک یا دو سرود باید خوانی. و من میگفت که از من از اون همون یک صحنه لطیفی که با همراه استاد عبیدالله بازی کرده بودیم، اونجا یک سرود میخواندم با سبک حسین نصرالدین. میروم امشب تو را بیدار خواهم کرده. استاد ظفر میگفتن که اون یک اوج گرفتی که بعضی حافظا برای اون اوج گرفتن گلویشون میدارید. گفتم خیلی شوخی ها میکردن. استاد ظفر هم لطف کرده بودن. از این لحاظ کرامت الله میگفت که همین خیلی اکا جان یک سرود من حتما آماده میکنم خودت که یک یا دو سرود بخوانی. و آرزو داشت که و همچون راوی شعر خواند. این چیزم که من در این سبک گفت استاد به من کمک بکنی. در گفتار نیز صدای خیلی ملیح داشت، خیلی زیبا داشت. و آرزو داشت که در فیلم های موسیقی، فیلم هایی که موضوع عشق و عاشقی باشد، برای در این فیلم ها نقش بازی کند. خیلی آرزوها داشت، آرمانش به خاک بود. زمان به تئاتر آینه رفتید. ببینید بسیاری ها میگویند که تئاتر بچه من است، تئاتر آینه بچه من است، صاحبی میکنند و هر کدوم میخواهد برای این تئاتر پدر یا مادر باشد. اصلا این تئاتر بچه کیست؟ از بطن کی زایده شده است؟
این بچه عبیدالله رجب است، این آرمان عبیدالله رجب است و این آرمان در همین تئاتر لاهوتی تولد شد. همه آنهایی که در آینه بودند مگر آینه بودند؟ البته اما گروه اولی که ما جمع شدیم خیلی سزاوار آینه بودند و امروزی ها باید که به همون حد برسند. مثلا اصلان شاه رحمت الله، تاج نسا سعیده و رحمان دوست قربانیان، زمیره یلداشه و هاشم رحیموف، خب خودی استاد عبیدالله و سیمراد مردانوف، بعد شمس‌الدین خدا رحمتش کند، نمیدونم اشروف. یادم هست در یک ضیافت که دیرکتری خواجگی چارواداری ضیافت آراسته بود، من که گرداننده بعض محفل بودم، خب به هر نفر یک سخن میدادم از جانب ما، از جانب مقامات شهر. بعد آخرا به همون دیرکتری خواجگی چارواداری سخن دادیم. گفت خیلی من چی گویم، من آرزو میکنم که سرشمار شما بر این ارتیستا زیاد شود. سرشمار. بعد رئیس شهرم خندید، بعد گفت این چه خیال نوشبات بود. گفت که من گفتم که در همین حضور شما باید من هر سخن نکنم. ولی بعدا وقتی که ما 3 نفر اول بودیم، بعدن که اصلا شاه آمد و تاج نسا هم آمدن، سرشمار زیاد. ببینید دوستان، گفتم دعای همون رئیس به هر صورت مستجاب شد، این سرشمار ما روز افزون زیاد می شود. عجب. اکثر ارتیست ها که در سین شمایند خیلی میخواهند که جوانیشان را درستر بکنند، موی ها رو رنگ میکنند، ابروان رو رنگ میکنند، موی لب ها رو رنگ میکنند، اما شما نه. چرا؟ هیچ وقت رنگ نکردیم و رنگ هم نمیکنه و این با بسیار هنرمندان همکاری کردم، با بسیار اهل ادب هم نشین و هم صحبت بودم. خورشید علی دادوف هم یک ترانه داشت و با شهر در آغازش میخواند که مخند ای نوجوان زنهار بر موی سفید من، که این برف زمستان بر سر هر بام میبارد. بله. و همون تاری افغانی بسیار زیبا ترنم میکرد و من در بسیار گوشه و کنار با خورشید علی دادوف بودم، خدا رحمتش کند. خصوصا در بدخشان خدا دوستش می داشتن. خدا همکاران پیشنهاد نمیدادند که مویت رو رنگ بکن، ارتیق؟ بعضی ها گفتن، من گفتم نه، من هیچ وقت این کارو نمیکنم. هیچ وقت من همین چیز طبیعی زیبا است، همین سفیدی خودش. خیلی که من حال تیرما ببینید، تیرما هم زیبایی خودش دارد. ببینید من برخا رنگ های زرد و سرخ و هر خیل رنگ میگیرن، همین هم هر یک فصل. برای این فصل تیرماهای عمری ما است، این هم زیبا است. در این فصل با من خیلی آگاه تر هستم از اون دوران جوانی هم. همه بچه هایتان مستقل شدند با کاروبار خود؟ بله، روزگار خود 3 دخترم مستقل با صاحب فرزندا و زندگی آسوده و آرام خودشان هستند. پسر کلانی هم یعنی 2 فرزند دارد همراه همسرش در همراه خودم. پسر خردم حالا دانشجو است و هم قریب به همین درجه رسیده است که یک مثال خط زن بگیرد. پسر باید زن گیرد، یعنی در اندیشش هستیم. و چون از آرزو جان از غزل خواجه حافظ یک رجوع لیریکی کردیم و باز هم میخوام که یک غزل حافظ را ارمغان کنم. قربان شما بشوم. گرمه فروش حاجت رندان روا کند، ایزید گناه ببخشد و دفع بلا کند. ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، غیرت نیاورد که جهان پرملا کند. حقا که از این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. در کارخانه‌ای که رهی عقل و فضل نیست، فهمی ضعیف رای فضولی چرا کند.
مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد وان کو نه این ترانه سراید خطا کند ما را که درد عشق و بلای خمار سوخت یا وصل دوست یا می صافی دوا کند جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت عیسی دمی کجاست که احیای ما کند عیسی دمی کجاست که احیای ما کند. عجب. با کلام لسان الغیب حافظی به تکرار برنامه نگفته ها را به انجام میرسانیم. خدا حافظ. این چی کلمه است؟ از کدام زبان آمده است؟ اینجا چی معنی دارد؟ با همه سوال ها از واژه جو نقطه جی جواب پیدا کنید.